یاوری رئیس جمهور در امور امنیت ملی گنرال لیتنانت مایکل فلین شام روز 13 فوریه از مقامش استعفا داد. در این باره رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که متن درخواست استعفای فلین را دریافت کردند. در نامه فلین برای تصادفاً به نایب رئیس جمهور مایکل پنس دادن معلومات غیر قابل اعتماد عاید گفتگویش با سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلیاک عذر پرسیده است. خبر استعفای مایکل فلین به دنبال آن رسید که او نایب رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه مأموریت ترامپ را گمراه کرده به آنها اطمینان داده بود که در جریان معرکه انتخاباتی تحریم‌های علیه روسیه را با سفیر این کشور بررسی نکرده است. بنا به گفته مایکل فلین گفتگوی با کیسلیاک تنها از تبادل تبریکات سال نو و موضوعهای بی اهمیتی دیگر عبارت بود. اما با گفته مطبوعات آمریکا، دادستانی کل ایالات متحده آمریکا به سمع کاخ سفید رساند که فلین در اصل آخر ماه دکبر در گفتگوی تلفنی با سفیر مسئله تحریم ها را مطرح کرد و با پنهان داشتن این دلیل از مأموریت خود را مورد شانتاژ یا باجخواهی احتمالی مسکو قرار داد. در جریان گفتگو فلین هیچ مواد محرمانه را آشکار نکرد، اما این دلیل که او مسئله مهمی سیاست خارجی را قبل از آن که ترامپ رسما به کار شروع کند مطرح کرده است، نقض ترتیبات شمرده می شود.